سلام علیکم تماشاچیان دوستای گرامی بهزاد هستم از شهر فیلادلفی آمریکا. عید با همه مبارک باشد. عید در آمریکا هم 2 روز 3 روز دوام میکنه. حاجی سلام علیکم. چه برادر؟ کار خوب نه؟ اینه معرکه یکم گفتن شوربا جان. السلام علیکم. و علیکم السلام. ای دوم باره باشه. نه کدوم هستیم که؟ حاجی شوربای برداری ها برداری. برداشته پایان نه اینه میگه شیرالی استادی دانشگاه استادی مکتب میونه ها ایدون باره باشه برادر دویمش ششلیک دست اینه هم تیوریه این هم پارک است. پارک هر دفعه اید شود همه میبید خیلی میتوند که کسی یکم اومد همینجا میگیره اینجا دیگر رو اومده باشه همون طرف گرفتگی هستن و پایانوش هست و غیر از پارک این طرف باز اینه اونجا جای بازی داره، جای فوتبال، جای والیبال، جای بسکتبال. هم خیلی یک طبیعت نشون تیم طبیعت خیلی طبیعتی همین وقت بسیار هم زیبا و خوشرو. این خوبیش همین که برای ما شنبه یک شنبه نیست ایسا ببینه آدم کمتر است. روز سه شنبه چهارشنبه بخشش آدمو کم چون که روزی کاری است برای مقیمی آمریکایی ها تاجیکای مقیمی آمریکا امروز استراحت. یعنی خیلی بولوش گیریم خیلی درخت ها بالاتر میری جنگلزار. امروز هوا نقص سالقینچه شمالک کم اید دوام دارد باز هم اید مبارک باشد.